درود بینندگان عزیز، شما در بخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. من شعله گلخواجه با شما هستم. قبل از تفصیلات خبر و گزارش‌ها توجه کنید به سرخط موضوع امروز 19 فوریه. دباتی برگزار نشده اعضای احزاب سیاسی تاجیکستان با استثنای حزب سوسیال دموکرات از شرکت در دبات رادیو آزادی خودداری کردند. قسما در موافقه با مقامات محلی حاکمیت دولتی دیدار و ملاقات انجام دادم. قسما در همکاری با همعقیده ها و خیلی خوب بود. یکان خیلی تهدید یا فشار از جانب مقامات قدرتی یا حفظ حقوق احساس نشد. دعوا همسران و کودکان جنگجوی تاجیک می‌خواهند از اردوگاه‌های سوریه به وطن برگردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان تدبیر می‌اندیشد. و تو نپرسو من نگویم، برخی از ژورنالیستان تاجیک از جریان نشست‌های اخیر وزارت و اداره‌های تاجیکستان راضی نیستند. همان سوال‌هایی که سال‌های سال بی جواب بودند بازم بی جواب می‌مانند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان اعلام کرد ҳизбҳои сиёсии کشور از فردا با تبلیغ برنامه‌های پیش از انتخاباتی خود به واسطه شبکه‌های تلویزیونی آغاز می‌کنند. بعد همگی در روز دیگر ساکنان تاجیکستان برای شرکت در انتخابات پارلمانی پای صندوق‌های رای می‌روند. کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی میگوید تا حال 600 واخوری نمایندگان احزاب با ساکنان در 17 نقطه‌ها دایر شده است. همکاران ما در دوشنبه کوشش کردند با دعوت عضو احزاب سیاسی بخش دوم دباتی پیش از انتخابات را برگزار کنند. این تلاش‌ها با چه انجامید؟ از زرنگیز نوروشو و امردین اولیموف میشنویم. همین لحظه ها در استودیوی رادیوی آزادی باید ثبت نوبتی دبات یا بحث دوم انتخاباتی شروع می شد. انیقترش ثبت شروع می شود، اما در این دبات فقط نماینده از یک حزب سیاسی شرکت می کند. از اول قرار بود در بحث امروزه نماینده از دو حزب سیاسی تاجیکستان، حزب خلقی دموکراتی و حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شرکت کنند. مسئولین حزب خلقی دموکراتی که دعوت ما را خطی گرفته بودند اول قبول کردند، ولی بعدا این دعوت رد شد. تلاش ما برای دعوت نمایندگان چند حزب دیگر سیاسی هم به نتیجه انجام یافت و در نهایت نماینده حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان تنها با کرسی خالی ماند. خب شاکر جان حکیموف، ما میدونیم که شما این روزها خیلی سرتشویشید و معرکه تبلیغاتی شما چطور پیش می رود؟ البته هر حزب سیاسی ویژگی‌های خود را دارد. جهت تشکیل معرکه تبلیغاتیش و حزب ما نیست. ما کوشش کرده ایستادیم که به حوزه‌های مشخصی یک مندتی مراجعت کنیم و در رابطه و موافقه با آنها چون جدول قبلا تصدیق شده دارند همراه آنها به تالارهای بیم که نمایندگان دیگر حزب دیدار و ملاقات انجام می‌دهند و بیشتری آنها با تحمل مناسبت میکنند، شرایط و امکانیت فراهم آوردند و ما نیز با استفاده از فرصت ماهیت برنامه پیش از انتخاباتی همان را در شکل فشرده به توجه اشتراکچیان همین گونه دیدار و ملاقات ها رسانیده ایستادیم. ولی تا حال چقدر صحبتات کجا آزادن و در چند منطقه گشت؟ من مثلا در شوراباد بودم، قسما در موافقه با مقامات محلی حاکمیت دولتی دیدار و ملاقات انجام دادم، قسما در همکاری با همعقیده ها و خیلی خوب بود. یکان خیلی تهدید یا فشار از جانب مقامات قدرتی یا حفظ حقوق احساس نشد. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید و شکل پررأی صحبت شاکر جان حکیموف نماینده از حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را شما میتوانید روزهای آینده در صفحه‌های رادیوی آزادی از جمله در صفحه یوتیوب تماشا کنید. هرچند در دبات نوبتی ما که قرار بود نماینده از دو حزب سیاسی شرکت کنند و در رابطه با برنامه و نقشه های خود صحبت کنند، اما متاسفانه حزب دیگر حاضر نشد در دبات شرکت کنند، اما بازم ما تلاش های خود را برای تشکیل چنین بحث و مناظره ها با شرکت نماینده از چند حزب سیاسی ادامه میدهیم.
شما گزارش زرانگیز نوروز رو تماشا کردید. بینندگان عزیز، برای اون که شما از جریان برگزاری انتخابات پارلمانی آگاه باشید، بخش توجیکی رادیو آزادی برنامه خبری خود را به مراتب بیشتر میکند. روزهای یکم و دوم مارس حداقل 3 برنامه نیم ساعتی در پخش مستقیم منظورتون میگردد. اگر شما نیز از رفت انتخابات عکس و یا نواری میگیرید، لطفاً طریق وایبر و واتساپ به ما بفرستید. رو می‌رویم با موضوعهای دیگر. مقامات توجیک برای برگرداندن زنان و کودکان جنگجوی دوئیشی از اردوگاه‌های سوریه مذاکره دارند. دیروز وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گزارش داد تنها آن زنها و کودکان به وطن آورده می‌شوند که به بازگشتن رضایت دادند. در گذشته همسران دوئیشی توجیکی در پناهگاه‌های سوریه نگهداری می‌شوند اظهار پشیمانی و از وضع طاقت فرسای خود شکایت کردند. برای صوفی موضوع را ادامه می‌دهد. тоҷикистон тасмим дорад ҳудуди 500 нафар шаҳрвандонашро ки дар сурия бо ҷурми ширкат дар ҷангҳо дар сафи давлати исломӣ боздошт ва зиндонӣ шудаанд ба ватан баргардонад. Согласно информации, предоставленной международным бар асоси иттилои созмонҳои байналмилалӣ дар қаламрави ҷумҳурии арабии сурия 219 нафар занону кӯдакони тоҷик қарор доранд ки омодаанд ба ватан баргарданд, которые готовы вернуться на родину. вазири корҳои хориҷӣ эълон кард ки ҷониби тоҷикистон барои муайян кардани шумораи дақиқи шаҳрвандони тоҷикистон дар сурия аз тадбирҳои зарурӣ кор мегиранд. дар зимн ҷониби тоҷикистон гуфтугӯҳоро бо ҳукумати сурия шурӯъ кардаанд. Как вы знаете, эти лагеря в основном находятся под контролем. тавре медонед ин урдугоҳҳо дар минтақаҳои таҳти назорати нирӯҳои демократии сурия қарор доранд. мо гуфтугӯҳоро оғоз кардаем. сафири мо дар кувайт ки ҳамзамон сафири тоҷикистон дар сурия мебошад, аз номи ҳукумати мо бо ҷониби сурия гуфтугӯ карда истодааст. Ведёт переговоры с сирийской стороной. ҷониби тоҷикистон мегӯяд ҳамчунон бо бунёди кӯдакони созмони милали муттаҳид ва созмони байналмилалии салиби сурх дар мавриди шаҳрвандони кишвар дар сурия ҳамкорӣ доранд. ба гуфтаи вазири корҳои хориҷӣ, ин созмонҳо изҳори омодагӣ карданд ки дар бозгардонидани шаҳрвандони тоҷикистон аз сурия ва мутобиқшавии онҳо пас аз бозгашт дар кишвар кӯмак хоҳанд кард. моҳи апрели соли гузашта 84 кӯдаки тоҷикро ки аксаран падару модаронашон дар ҷангҳои ироқ бедарак ва баъдан боздошту зиндонӣ шудаанд ба ватан баргардониданд. мақомоти тоҷикистон мегӯянд аз соли 2014 тақрибан 1900 шаҳрванди кишвар аз ҷумла занону кӯдакон ба қаламравҳои сурияву ироқ рафтанд. то ҳол хабари марги беш аз 300 нафари онҳо расидааст. баъди кушта шудани аксар ҷангҷӯён, оилаҳои онҳо бесарпаноҳ монда бо тасмими мақомоти сурияву ироқ дар урдугоҳҳои махсус ҷой дода шудаанд. در تاجیکستان نرخ پتنت و یا اجازه فعالیت صاحبکاری و کاسبی 8% بالا برده شد. صاحبکاران میگویند درآمد آنها در مقایسه با سال پیش تغییر نکرده است، اما سرباری انداز به دوش آنها بیشتر می شود. این تغییر به گروه بزرگ صاحبکاران دخل دارد، چون که اکثریت صاحبکاران در تاجیکستان با پتنت فعالیت میکنند. همکارم میرزانبی خالقزاد به تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو قرار دارد. میرزانبی سلام و نخست بگوید که چرا اندازه محض پتنت 8% بالا برده شد و چنین تصمیم به کدام نهاد بستگی دارد؟ سلام، ببینید سلام. این تصمیم دو نهاد، وزارت مالیه و کمیته اندازه تاجیکستان است که فرمان درباره اندکساسیون اندازهای پرداخت برای پتنت صادر کردند. این فرمان به اجرا درآمد. ولی چرا 8%؟ چون که سال 2019 سطح تورم و یا انفلاسی در تاجیکستان با گزارش بانک ملی 8% بود و متناسباً نرخ پتنت هم به همین مقدار بالا می رود. سال 2019 نرخ پتنت 50.4% بالا آورده شد. خب بیایید با مثال‌های مشخص و عادی به بینندگان بفهمونیم که بعد از این پول پتنت صاحبکاران و یا کاسبان تا چه حد بالا رفت؟ بله شلا. برای مثال آوازخوان‌ها تا به حال برای پتنت هر ماه 667 سامانی می پرداختند. اکنون 720 سامانی می دهند. رانندگان ماشین‌های بارکش به جای 741 سامانی 800 سامانی خواهند سپرد.
برندگان توی و جشنات تا حال 147 سامانی ماه انداز می‌سپردند، اکنون 159 سامانی باید انداز دهند. موافق قانون انداز در تاجیکستان 49 فعالیت شروع از فروش ناز تا آوازخوانی با نواربرداری، تعمیر ماشین و خانه و دوریدگری و کار با سنتکنیکا بر اساس پتنت اجازه داده شده است. ببینید تا جای من میدونم پتنت رو قبلا مقامات همچون رهایی از دردسر برای صاحبکاران انفرادی راه اندازی کردن که با گرفتن آن در فکر مالیات نباشند. امروز هم پتنت همین مایتش رو حفظ کرده است. پتنت حجتی است که برای پیشبردی برخی از نمود فعالیت‌ها از سوی کمیته انداز داده می‌شود و آن دو نوع انداز را در بر می‌گیرد: انداز از درآمد و انداز اجتماعی. دارندگان پتنت به فرق از شهادتنامه صاحبکاری هر ماه ناوابسته به درآمدشان یک مبلغ معین کرده کمیته انداز را هر ماه باید پرداخت کنند. موافق آمار آخرین در تاجیکستان حدود 400 صاحبکاران انفرادی ثبت نام شدند که از آنها 319,000 نفرشون با پتنت فعالیت میکنند. فهمو تشکر به میرزا خالقزاد برای صحبتی پرمحتوا. بینندگان ارجمند، یک اعلان دیگر داریم. به مناسبت انتخابات پارلمانی 1 مارس رادیو آزادی آزمون بهترین ویدیوها را برگزار میکند. هر یکی شما میتوانید در آن با ویدیوهای جالب از ملاقات نامزدها و دیگر معرکه‌های انتخاباتی شرکت کنید و برنده شوید. ما چشم بر راهی ویدیوهای شما خواهیم بود. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. طی 3 هفته اخیر مسئولین وزارت و اداره‌ها در تاجیکستان به سوال‌های خبرنگاران راجع به فعالیت خود پاسخ دادند. اکثرا ژورنالیستان تاجیک نشست‌های مطبوعاتی را که سال 2 مراتب انجام می‌شوند به عنوان امکانات خوبی دریافت معلومات یا پاسخ مقامات به سوال‌های خود می‌دانند. اما انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان نظرپرسی را نشر کرد که در آن بیشتر روزنامه‌نگاران گفتند از شیوه برگزاری و محتوای نشست‌های امساله راضی نیستند. مولا رجب یوسفی در این باره و همچنین تجربه شرکت خود در نشست‌های خبری نقل می‌کند. دیگه سوال هست مرحبا. و آخرین سوالم این بود که آیا ورود مال و مواد از چین پس از اعلان کرونا ویروس چقدر کم شد؟ منظورم در ماه ژانویه و اول ماه فوریه امسال نسبت به سال 2019. تشکر. دیگر سوال نداریم. چون این حالت‌ها در نشست‌های مطبوعاتی امسال زیاد به نظر می‌رسیدند، رهبران بلندپایه برخی وزارات اداره‌های دولتی با هر راه کوشش می‌کردند از پاسخ دادن به سوال‌های جدی خبرنگاران خودداری کنند، عمومی گویی می‌کردند و یا اصلاً سوال را نادیده می‌گرفتند. اصلاً همون سوال‌هایی که سال‌های سال بی جواب بودند بازم بی جواب می‌مونند. در بعضاً موردها اون پاسخ‌هایی هم که داده میشد تا اندازه قانع هم میکرد، ولی در عمل میبینید که همون مشکلات بعد از نشست مطبوعاتی هم همون پرابلم در همون اداره هنوزم ادامه میکنه. نشست‌های خبری برای روزنامه‌نگاران بخصوص خبرنگاران رسانه‌های مستقل یگانه راه گرفتن اطلاع از شخص اولی وزارت اداره‌ها است که دوام نیم سال به آنها دسترسی ندارند. اما بعضی خبرنگاران میگویند حتی در نشست‌های مطبوعاتی نیز نتوانستند به سوال‌های خود پاسخ مشخص بگیرند. در بعض نشست‌های مطبوعاتی همین چیز مشاهده می‌شود که خودی همون راهبران یا مسئولین همون نهادها کوشش میکنند که در اطراف نهادشان بعد از نشست مطبوعاتی سینساتسیا یا ولوله نشود و همین خاطر پاسخشان همون طرز میشود که به اصطلاح نه سیخ سوزد و نه کباب. خبرنگارانی که در نشست‌های مطبوعاتی فعالانه اشتراک کردند میگویند در کمرنگ گذاشتن این نشست‌ها تنها مقامات را عیبدار کردن درست نیست، چون بودن روزنامه‌نگارانی که بدون آمادگی به این نشست‌ها می‌رفتند و سوال‌های نامشخص می‌دادند. مثلا سوال‌های کانکریت داده نمی‌توانند، سوال‌های عمومی است یا که سوال‌هایی که وابسته است به زندگی شخصی خودشان، وابسته است به یگان نزدیکانشان و متاسفانه بودن حالت‌هایی که من حس کردم بعضن سوال‌ها از جانب ژورنالیستان سوال‌های فرمایشی هم بودند.
این مطلب آخری برنامه امروز بود. تشکر از یکایک شما برای همراهی. تا ملاقات نوبتی بینندگان عزیز شما میتوانید خبرهای تازه را چون همیشه از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. گزارش‌های روز و جالب در آزادی ویدیو کانال مخصوص ما در یوتیوب گذاشته می شود. یادتان نرود منصوب فردا همه شما را در نوید بامدادی با خبرهای تازه منتظر خواهم بود. تا فردا، خدا نگهدارت.